بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث سوم در آیت 84 سوره النساء هستیم که در اینجا الله متعال احکامی را بیان میکنه که بعد از اینکه ما شما برنامه های اهل کتاب و منافقا را خواندیم و دانستیم، آل نوبت از این میرسه که الله متعال احکامی را بیان بکنه تا انسان هایی که از امراض، وقتی از امراض اهل کتاب خلاص شدی، از امراض منافقین خدا خلاص کردی، حال نوبت میرسه به ای که تحلیه شوی. یک دفعه تخلیه هست و یک دفعه تحلیه هست. تخلیه چی رو میگن؟ که انسان از افکار غلط، از برنامه های نادرست، از این خدا خلاص میکنه. سر خدا و فکر خدا و اعضای بدن خدا از برنامه های زشت، که دو چیز زشت اونجا در مدینه منوره بود در وقت. او چی بود؟ یکی برنامه های اهل کتاب بود، دسایسشان، پروژهایشان، برنامه هایشان، افکار غلطشان و اسباب و وسایلی که اینا را به هلاکت و گمراهی رساند. و در پالوی از اینا کسای دیگه بودن که به نام منافق، کافرایی بودن که ظاهرا ادعای ایمان میکردن ولی در داخل کافر بودن. الله متعال گفت شما از اندیشه های کافرا، شما از برنامه های کافرا، شما از طرز تفکر و اندیشه کافرا خود دور بسازید. خب در چندین آیت قرآن الله متعال بر ما مفصل بیان کرد. وقتی در آیت 84 سوره النساء میرسیم، الله متعال بر ما میگه که شما این احکام دوباره، مثلا احکام میگه که آل خو اندیشی خراب اوسو کردین، آل وقت اندیشی درست و اسلامی رو میگیرین، این احکام باید سرتان تطبیق بکنین تا من حیث یک مسلمان خوب در زمین الله حکم الله را مطابق این احکام الله تطبیق بکنین. اولی حکمی که در اینجا بیان میشه امر به جهاد به خاطر جلوگیری از حملات دشمنان و به خاطر نشر عقیده توحیدی هست. این در اینجا الله متعال بیان میکنه که شما چه قسم باید جهاد بکنین. فقاتل فی سبیل الله. الله متعال مستقیما به رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که بله تو دعوت کردی، رئیس دعوتگرا هستی، لکن تو پیغمبر رئیس المجاهدین هم باشی، قائد المجاهدین، رهبر و امیر مجاهدین هم باید باشی که مردم در رهبریت سیاسی وقتی که حکومت ساختی، آل رهبریت نظامی را هم به دوش داشته باشی. اینال امر الله مستقیم میشه که فقاتل، قتال بکن. و اینجا کلمه قاتل گفته شده تا ای که هیچ برای مردم چیز نمانه که والا اینجا منظور است این قتال یعنی پیغمبر دعوت است یا نوشتن است یا جهاد نفسی هست. این قتال وقتی که میشه، در قتال فقط جهاد مسلحانه می باشه. اما وقتی که جهاد گفته میشه، باز در جهاد نفس هم داخل میشه، جهاد مال هم داخل میشه و جهاد مسلحانه عملی هم داخل میشه. یعنی کلمه جهاد بسیار وسیع هست. اما وقتی که میگه فقاتل، قتال بکن، در اینجا قاتله از باب چی هستن؟ از باب مفاعله هست که یعنی در مقابل دشمن دو طرفه. دشمن حمله میکنه، شما دفاع میکنین. دشمن خواب است، شما حمله میکنین. یعنی مقاتله و قتال و ای مسلحانه هست. پس الله متعال میگه فقاتل، جهاد بکن ای پیغمبر، ای انسانی که تو قرآن میخونی، لکن قتال تو و جنگ تو و صلاح تو، ای قتال تو فی سبیل الله باشه، به خاطر اعلای کلمت الله باشه. لا تکلف الا نفسک، تو مکلفیت نداری مگر از نفست. اینال وقتی که تو مکلف نمیسازی نفست را مگر نفست را، یعنی اول عمل از خود شروع بکن. یعنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم اول باید مکلفیت بالای خود بگیره و کسی که در راه رسول الله صلی الله علیه و سلم در حرکت است، اول خودش باید
در امور را بره و باز بعد زو وقتی که خودش مستقیما آماده شد که حرکت بکنه و حرد المؤمنین و باز تشویق بکن مؤمنا را و بر از اونا هم بگو که من که پیغمبر الله هستم، برم حکم شده که باید در پالوی دعوت جهادم بکنم. این حال چی میشه؟ حال شما هم وقتی که پیروای من هستین در وقت دعوت کردین، حال نوبت جهاد میرسه شما باید دی هم سهم بگیرید. یعنی خلاصه کلامی هست که اگر شما یک پول میگیرین این دو طرف داره، یک طرفش یعنی عمله پول میگن، وقتی که این عمله هست ذات طرفین دو طرفه هست. اگر یک طرفش چی باشه نوشته داشته باشه و این طرفش سفید باشه این پول باز به ارزش میشه. از این خاطر اسلام اگر این قسم تشبیه بکنیم، یک طرف اسلام دعوت است و طرف دیگهش جهاد است. یعنی هر دعوتگر باید مجاهد باشه و هر مجاهد باید دعوتگر باشه. اگر در یکیش اقتصار شد باز اینجا توازن خراب میشه. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم همین قسم که رئیس دعوتگرای تمام بشریت است و ما و شما با او اقتدا میکنیم، همین قسم که رسول الله صلی الله علیه و سلم قائد المجاهدین است، رهبر جهاد و امیر جهاد هم است. در هر دو ساحه رسول الله صلی الله علیه و سلم به شکل متوازن حرکت کرده. به شکل متوازن وقتی که برش حکم میآید دعوت، جهاد، عمل، عقیده منظم پیش میره. و الله متعال میگه که مؤمنین هم به این چیز تشویق بکن. عسى الله ان یکف بأس الذین کفروا. شاید که با این عمل کرده شما الله متعال توفیق شما را نصیب بکنه و مانع چی شوین؟ مانع حملات و مانع امو شکنجه و ظلمی که کافران میکنن در مقابل از اونا شما استاده شوین. والله اشد بأسا و اشد تنکیلا. و قدرت الله بیشتر و مجازات او سختتر است. یعنی الله متعال قدرتش بیشتر است و امو ظلمی که دشمنای اسلام یک کمک قدرت پیدا کردن ظلم میکنن، الله متعال مانع از ظلم با عدالتش میشن. پس این جهاد به خاطر چی است؟ به خاطر اقامه نظام عادلانه الله در زمین الله هست. خب از این خاطر یکی از علما میگه که اذن و عندها ای عند تفرقه الناس لاجل التوحید لاجل معنى لا اله الا الله افترق الناس الى فرقتين. میگه از این خاطر وقتی که کلمه لا اله الا الله نازل شد و مردم مکلفیت حاصل کردن که لا اله الا الله بگوین، مردم به دو فرقه تقسیم شدن، موحدون و مشرکون. یک تعداد موحدین شدن و یک تعداد دیگه مشرکین شدن. مصدقون مؤمنون بالرسل الموحدون لله عز وجل. یک تعداد کسای تصدیق کننده بودن، مؤمنا بودن به رسول الله صلی الله علیه و سلم، به رسول ایمان داشتن، به الله ایمان داشتن. الموحدون لله عز وجل موحدین بودن برای الله، الله را فقط به یگانگیش طاعت و عبادت میکردن. و مقابلهم و در مقابل از اینا و هم المکذبون للرسل، کسایی بودن که اینا با پیغمبرات تکذیب میکردن. المشرکون بالله عز وجل، اینا به الله مشرک شده بودن. لازم من ذلك وقوع العداوه بینهما. با این سبب در بین از اینا لازم شد که چی باید باشه؟ وقتی که موحدین شد او طرف مشرکین اهل حق شد، اونجا دشمنای حق شد، حتما در بین از اینا چی واقع میشه؟ عداوت واقع میشه. بل ما هو اعظم من العداوه. یک عالم از چی میگن؟ میگه این حتی از عداوت دشمنی کرده هم بلندتر است. مما یظهر به البراءة من المشرکین. که این چی است؟ یعنی بیزاری از مشرکین است. یکی عداوت است که انسان در قلب می داشته باشه،
یکی بیزاری از مشرکین است که این با زبان و با دست و با چشم و با عمل میشه و هو جهاد و اهل شرک و این جهاد اهل شرک است. ولذلك قال المصنف ولأجلها شرع الجهاد. میگه ولهذا شرع الجهاد، میگه به این خاطر چی شده؟ جهاد مشروعیت حاصل کرد و حکم الله شد. لأجل هذه التفرقة بين المؤمن والمسلم شرع الجهاد. تا فرق بین مؤمن و مسلمان شود جهاد چی شد؟ این تشریع شد به نوعیه جهاد الطلب و جهاد الدفاع. یکی جهاد طلب است و دیگر جهاد دفاع است. جهاد طلبی است که مسلمان ها نظام اسلام برپا هست، آل مسلمان ها برای نشر اسلام و گسترش سرزمین مسلمان ها و در طلب چی میبرن؟ در طلب دعوت و طلب دشمنان میبرن و در سرزمین مسلمان ها داخل میشه. این جهاد طلب میگن. و جهاد دفاع، جهاد دفاعی است که دفع میکنن حملات دشمنای اسلام. از این خاطر هر کدامش حکم خاص خدا دارن. از این خاطر علما میگه که اقسام جهاد فی سبیل الله که است، یکی جهاد فی سبیل الله را میگن، این دو قسم است. جهادی که فی سبیل الله میشه جهاد قتالی، این دو قسم است. کدام قسم است؟ یکیش جهاد چی است؟ قسم اول جهاد دفع است. جهاد دفع کدام یکی است؟ و هو ان یغزو الکفار بلاد المسلمین. این جهادی هست که وقتی می جنگن کافران میان حمله میکنن بالای سرزمین مسلمان ها. این حال مسلمان ها وقتی که دیدن که کفار بالای از اینا حمله میکنن فیدفع المسلمون عن انفسهم هذا العدو السائل. میگه مسلمان ها دفع میکنن از نفسهایشان این دشمن حمله کننده را. و هذا من افضل الجهاد. این از بهترین جهاد است و این جهاد فرض عین میشه سر کل امت اسلام. و هذا و این عالم میگه این جهاد که است که جهاد دفع است، وقتی که بالای سرزمین مسلمان ها حمله صورت میگیره، میگه در این جهاد که است لا یشترط فیه شرط. اینجا باز شرط نیست که پدرم مریض است یا مادرم ضعیف است یا ما خدمت والدین بکنم، بل یجب علی کل مسلم ان یدفع العدو السائل عنهم. میگه اینجا باید هر مسلمان دشمنی که حمله کرده این دشمن باید از خود دفع بکنن. و عن اولاده و اهله. و این دشمن از خود سر اولاد به خاطر که کافرها که سرزمین مسلمان ها داخل شد باز نه در قصه طفل میشن نه در قصه خانم ها میشن. و عن بلاده و سرزمین خود به کل ما یستطیع. باید از اولاد خود و اهل خود و از نفس خود و از این باید به کل ما یستطیع به هر شکل که میتونن. این جهاد را جهاد دفع و جهاد دفاعی میگن. این جهاد وقتی که کافر در سرزمین مسلمان ها داخل شد، از این خاطر مسلمان ها میگن که علما میگن که از زمانی که در اسپانیا که او وقت اندلس بود سرزمین مسلمان ها بود، وقتی که دشمنای الله آمدن و مسلمان ها را کشتن و محکمه های تفتیش بود، بسیار شکل ظالمانه مسلمان ها را از بین بردن و مسلمان ها را بسیار وضعیتشان خراب کردن در اندلس که آل به نام اسپانیا هست. اسپانیا کسایی که سیاحت میرن کلش آثار مثلا قرطبه و این منطقه است، کلش در اونجا هستن. امام قرطبی از قرطبه هست. ابو حیان اندلسی از اندلس که آل او را اسپانیا میگن. پس از اونمون وقت میگه جهاد دفاعی بالای تمام مسلمان ها فرض شده. باز بعد از او که او را منطقه را گرفتن، باز مثلا هند سرزمین مسلمان ها بود، کافرها آمدن بود پرستا، انگلیس ها حمله کردن گرفتن، باز او را تسلیم هندوا کردن. اینی مناطق اسلامی هست. باز سر فلسطین حمله کردن، فلسطین گرفتن. و به همین قسم در جنوب فیلیپین است، در مثلا به نام مورو میگن، در چی است، در جاهای مختلفی که گرفتن از مسلمان ها. پس از همین وقت که چی است، جهاد دفع بالای مسلمان ها فرض عین است. فرض عین است خلاص. قسم دوم جهاد طلب است و هو ان تكون الدولة الاسلامیه دولتا مستقرة ثابته. جهاد چیزی را میگن؟ جهاد
جهاد دفع، یکی خود جهاد چیز شد نه، ما شما گفتیم یکی جهاد چی شد، یکی جهاد دفع شد، قسم دومش جهاد طلب است. در جهاد طلب که است و هو ان تکون الدولة الاسلامیه، میگه ای جهاد چه وقت میشه جهاد طلب؟ وقتی که میگه دولت اسلامی دولت مستقر ثابته باشه، نظام دولت اسلامی یا خلافت اسلامی بر جا هست و تريد ان توسع رقعتها، باز میخواه که اما سرزمین وسیع بسازه. ما و شما در وقت خلفای راشدین دیدیم که چه قسم مسلمان ها آمدن طرف روم و توسط طرف فارس. این جهاد چی میگفتن؟ جهاد طلب میگفتن، که یعنی مسلمان ها در پشت کافرها به طلب کافرها در سرزمینشان میرن. خب بحيث انه يدخل اعداد كبيره جدا في الاسلام، که تعداد زیاد مردم در اسلام داخل میشن و تزيل الانظمه التي تمنع الناس من قبول الحق. چرا این جهاد طلب برای چی هست؟ به خاطر که بسیاری از نظامهای ظالم طاغوتی هستن که مسلمان مردم رعیت، مردم بیچاره عام که میخواین که حق قبول بکنن، اینا مانع میشن. راه از اینا چی هست؟ راهشان چی هست که اینجا جهاد شوند و مردم مظلوم آزاد شوند و برشان حق گذاشته شود که اسلام قبول میکنن و یا بمو نصرانیت یا یهودیت یا هر چی که هستن. اما این جهاد چی است؟ جهاد طلب است. و تجعل قبول الحق ممکنا بالنسبه للشعوب. این جهاد میگه چی منفعت داره؟ نظام های طاغوتی را مانع میشه. دوم، قبول حق امکان پذیر میسازه برای مردم. فهذا جهاد یسمى جهاد الطلب. این جهاد چی میگن؟ جهاد طلب میگن. یعنی طلب العدو فی عقر داره، که شما دشمن طلب میکنین در داخل سرزمینشان. این جهاد طلب میگن. و این جهاد نشر دعوت اسلامی هم میگن، که دعوت اسلامی اینجا چی میشن؟ به خاطر نشر دعوت اسلامی حرکت میکنن. خب وقتی به رسول الله صلی الله علیه و سلم این حکم شد، رسول الله صلی الله علیه و سلم این آیت قرآن و جهاد تشریح میکنه برای ما و شما، و خودش عمل هم به زبان خود، هم به عمل خود، هم به حرکت خود رسول الله صلی الله علیه و سلم این حکم الله را تطبیق میکنه. مثلا عبدالله ابن مسعود قال عن ابي عبدالرحمن، پدر عبدالرحمن که عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه است، میگه قلت یا رسول الله، میگه ما گفتم این حدیث متفق علیه هست، یعنی حدیث صحیح مسلم و صحیح بخاری است. اردوشان این را چی کردن؟ روایت کردن. این بعد میگن رواه الشیخان. کدام دو شیخ است؟ یک شیخ محمد ابن اسماعیل بخاری هست و یکی دیگه هم شیخ مسلم هست. مسلم این دو شیخ که صحیح مسلم و صحیح بخاری دو شیخا هستند. اینا شیخان میگن، در حدیث شیخان هستند. و اینا وقتی که یک حدیث اردوشان روایت میکنن، اینا باز متفق علیه میگن. اینا حدیث عبدالله ابن مسعود میگن قال قلت یا رسول الله، میگه ما گفتم که رسول الله صلی الله علیه و سلم ای العمل احب الى الله تعالی، میگه ما برش گفتم کدام عمل محبوب تر از به نزد الله سبحانه و تعالی؟ میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت الصلاة علی وقتها، نماز خواندن در وقتش است، که در اول وقت تا که میتونی نماز باید به وقتش بخوانی، خصوصا در اول وقت. قلت ثم ایو، میگه بعد از او گفتم بعد از این کدام عمل خوب است؟ قال بر الوالدین، احسان و نیکی کردن به مادر و پدر هست. قلت ثم ای، بعد از او میگه ما گفتم باز کدام یکیست؟ قال، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که الجهاد فی سبیل الله، جهاد در راه الله هست. در حدیث دیگی که ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت میکنه، در اینجا هم ابو هریره رضی الله تعالی عنه میگه که قال قیل یا رسول الله، میگه گفته شد که ای رسول الله صلی الله علیه و سلم ما یعدل الجهاد فی سبیل الله، کدام عمل است که مساوی جهاد فی سبیل الله باشه که ما او عمل هم بکنیم؟ یعنی چون رسول الله صلی الله علیه و سلم برای جهاد بسیار تشویق میکردن و به این خاطر صحابه
علاقمند ازی میشدن که آیا عملی هست که مساوی با جهاد باشن؟ ما یعدل الجهاد فی سبیل الله، چی چیز مساوی با جهاد فی سبیل الله هست؟ قال لا تستطيعونه، شما هیچ عمل انجام دادن نمیتونید. فعاد علیه مرتين او ثلاثا كل ذلك یقول، میگه 2 مرتبه 3 مرتبه امی گپ تکرار کردن و رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که لا تستطيعون. ثم قال، بعد از این میگه گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم مثل المجاهد فی سبیل الله، مثال مجاهد در راه الله که مثل الصائم القائم القانت بآیات الله لا یفتر. میگه ای مثالش مثل کسی است که هم روزه میگیره و هم استاده هست به عبادت الله، القانت به آیات الله لا یفتر، اما بسیار تسلیم به آیات الله هست، هیچ ازی دوری نمیکنه. من صلات ولا صیام حتی یرجع المجاهد فی سبیل الله، یعنی به این معنا که یک کسی مثلا اگر مجاهد رفت مثلا در یک جای برای جهاد و تو به جهاد نرفتی، تو روزه داشته باشی، روز روزدار هستی و شب در عبادت هستی و هیچ وقت از این عبادت الله یک لحظه هم دور نمی باشی، لا یفتر من صلات ولا صیام، نه از نماز دور میشی و نه هم از روزه. آیا میتونین این کار حتی یرجع المجاهد فی سبیل الله؟ جهاد خوینی ثوابش است. و فی روایت البخاری، در روایت بخاری میگن رجلا قال، میگه یک شخص یک صحابی گفت که رسول الله صلی الله علیه و سلم دلنی علی عمل یعدل الجهاد، میگه مرا راهنمایی بکو به یک عملی که این چی باشه، این مساوی باشه با جهاد. قال لا اجده، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که ما اوت عمل رو نمیفهم که مساوی با جهاد باشه. هیچ عمل نیست، هیچ عمل نیست، نه نماز نه روزه و نه حج و نه زکات. ثم قال، میگه بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت هل تستطيع، آیا تو میتونی اذا خرج المجاهد، وقتی که مجاهد برای جهاد برآمد، ان تدخل مسجد، که تو در مسجد داخل شوی، فتقوم، امیجا نماز خوانده بری، ولا تفطر، هیچ استاد نشی، و تصوم، و روزه بگیری، ولا تفطر، و هیچ افطار نکنی. میتونی که تو دوامدار روزه و نماز بخوانی، هیچ از نماز ترک نکنی و هیچ روزه. فقال و من یستطیع ذلک، گفت کی میتونه این قسم بکنم؟ گفت هیچ کسی رو نمیتونه. پس به این معنا هست که ثواب مجاهد اینم قدر است مثل که این 24 ساعت در روزه و در نماز در عبادت الله هست. اینقدر این اجرش رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان کرده هست. و در حدیث دیگه همین قسم ببینید رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما شما یک آیت تشریح میکنم. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه من رضی بالله ربا، هر کسی که راضی شد به ای که الله ربش باشه و بالاسلام دینا، و به ای راضی شد که اسلام دینش باشه، و به محمد رسولا، و ای که رسول الله صلی الله علیه و سلم رسول و پیغمبرش باشه، وجبت له الجنه، بالای از جنت واجب میشه. فعجب له ابو سعید، میگه ابو سعید بسیار خوشش آمد. فقال اعددها علی یا رسول الله، ای رسول الله صلی الله علیه و سلم همین سخن بر ما باز تکرار بکن. فاعادها علیه، باز تکرار کرد برش. ثم قال و اخرى یرفع الله بها العبد، گفت یک عمل دیگه هم هست. او کدام عمل است؟ گفت او عمل هست که الله بلند میکنه درجه بنده را 100 درجه فی الجنه، 100 درجه درجه ازی در جنت بلند می باشه. یعنی در بین جنتی ها درجه ازی 100 درجه از دیگه کده بلند است. فکر کنیم یک نفر 100 رتبه بگیره، 100 رتبه ایشانش جای نمی باشه دیگه، پر میشه از رتبه ها و این مقام ازی دیگه به فردوس اعلا میرسه. سبحان الله، ما بین کل درجتین کما بین السماء والارض. و رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه در بین 2 درجه اینقدر فاصله هست مثل فاصله بین زمین و آسمان. این 100 مرتبه رتبه ازی بالا میشه.
میگه قال این شخص گفت و ما هی یا رسول الله، این چی هست ای رسول الله صلی الله علیه و سلم که قدر درجه داره؟ قال میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که الجهاد فی سبیل الله، الجهاد فی سبیل الله، رواه مسلم. و می قسم این دیگه درجه و مقام مسلمان مجاهد هست که در جهاد فی سبیل الله هست. و ابی قتاده رضی الله عنه میگه که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قام فیهم فذكر، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم در بینشان استاد شد، فذكر گفت که ان الجهاد فی سبیل الله، که جهاد در راه الله، و الایمان بالله، و ایمان به الله، افضل الاعمال، ایمان به الله و جهاد فی سبیل الله بهترین اعمال است. فقال رجل، یک شخص گفت یا رسول الله ارأیت ان قتلت فی سبیل الله اتکفر عنی خطایای، میگه اگر من در راه الله در جهاد فی سبیل الله کشته شوم آیا گناههای من بخشیده میشن؟ فقال له رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم برش گفت که نعم، این قتلت، بله، اگر کشته شوی فی سبیل الله در راه الله و انت صابر، و مصیبت هایی که در جهاد بر تو میرسه صبر بکنیم، محتسب مقبل غیر مدبر، محتسب هستی یعنی احتساب اجرش از الله میخوایی، مقبل پیش میری، و غیر مدبر به عقب بر نمیگردی. ثم قال رسول الله صلی الله علیه و سلم کیف قل؟ قال ارأیت ان قتلت فی سبیل الله اتکفر عنی خطایای. میگه من رسول الله صلی الله علیه و شما چی سوال کردین؟ میگه گفتم که اگر من در راه الله در جهاد فی سبیل الله کشته شوم آیا گناههای ما که از پیش من سر زده، این خطاهای ما این بخشیده میشه؟ میگه فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم نعم و انت صابر محتسب مقبل غیر مدبر. میگه بله، گناههای تو کلش بخشیده میشه وقتی که تو صبر کننده باشی، محتسب اجر زیر از الله بخوایی، مقبل به پیش میری، غیر مدبر پشت دور نمیتی. الا دین، متوجه باشی تو مجاهد که اگر قرضدار باشی، دیندار کس باشی، باز این دین قرض تو بخشیده نمیشه. فإن جبریل علیه السلام قال لی ذلك، میگه جبریل امین سخن بر ما گفت. یعنی اول رسول الله صلی الله علیه و سلم درباره دین چیز نگفت، فورا جبریل امین علیه السلام و برش میفهمانه که بله، مجاهد فی سبیل الله کسی که در جهاد فی سبیل الله هست اول صبر داره، دوم اجرش از الله میخواه نه از مخلوقات، سوم پیش میره و به عقب فرار نمیکنه. این سه تایش است. و چهارمیش اگه برگو که این سه چیز اگر داشته باشی انشالله تمام گناههای تو بخشیده میشن. و به غیر از دین که باید دیندار نباشی، یعنی قرضدار نباشی. پس مجاهد باید از دین خود، حق خود قرض ادا بکنم. دیگه حدیث از ابی هریره رضی الله تعالی عنه هست. ابی هریره رضی الله تعالی عنه قال گفت جاء رجل الى رسول الله صلی الله علیه و سلم، یک شخص آمد پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم فقال گفت دلنی علی عمل یعدل الجهاد، میگه برای من یک عمل رو بگو که مساوی با جهاد باشه. قال، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که لا اجده، ما او تو عمل رو نمیفهم که مساوی با جهاد باشه. قال، برش گفت که هل تستطیع، آیا میتونی اذا خرج المجاهد ان تدخل مسجدک، که داخل مسجد شوی وقتی که مجاهد حرکت کرد، فتقوم بازمت استاد شوی، ولا تفطر و هیچ نشیم وقتی که استاد شوی اینجا و به نماز، اما تو بدون از اینکه مثلا تو از این نماز توقف بیتی نماز و تصوم و روزه بگیری و هیچ افطار نکنی، یعنی در نماز احساس خستگی نکنی اما تو دوامدار نماز بخوانی و دوامدار روزه بگیری، آیا این کار کرده میتونی؟ قال و من یستطیع ذلک، این شخص گفت که کی میتونه که این کار بکنه؟ اینال رسول الله صلی الله علیه و سلم قائد مجاهدین، یعنی رهبر جهاد بود. از این رهبریت نظامی از او به شکل تدریجی
از مرحله ضعف که در مکه بود برای تربیه چی شد؟ اینال امی قسم ادامه پیدا کرد. اینال جهاد رسول الله صلی الله علیه و سلم چند مرحله بود؟ 4 مرحله بود. مرحله اول تربیه کادرهای مؤمن موحده که اینا به خاطر دین الله مال خود و زندگی خود قربان میکنن. مرحله دوم چی بود؟ مرحله دوم دفاع از عقیده توحید که دشمنای الله سر از اینا حمله میکردن و اینا میخواستن از حق خود دفاع میکردن. و مرحله سوم مرحله هجوم و نشر دعوت به شکل منطقوی بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم در مناطق عرب در اینجا جهاد میکردن. و مرحله چهارمی مرحله جهانی بود. امام ابن کثیر رحمه الله میگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم در 11 غزوه اشتراک کردن، بالفعل خودشان اشتراک کردن. ابوا، عشیره، غطفان، بنی سلیم، ابوا، بدر اولا، طائف، حدیبیه، صفرا و تبوک. میگه در این غزوات رسول الله صلی الله علیه و سلم خودشان اشتراک کردن و باز چقدر سرایه که به شکل سریه روان کردن. رسول الله صلی الله علیه و سلم بسیار سریه چی رو میگن؟ سریه او جهاد است که در وقت رسول الله صلی الله علیه و سلم شده و خود رسول الله صلی الله علیه و سلم اشتراک نکرده. اگر رسول الله صلی الله علیه و سلم اشتراک کرده بازور غزوه میگن. پس فرق بین غزوه و سریه می هست که در غزوه شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم بالفعل جهاد کرده و در سریه رسول الله صلی الله علیه و سلم امیر جهاد تعیین کرده و اونا رفتن به جهاد، اونا را روان کرده. خب و رسول الله صلی الله علیه و سلم پیش از رحلتش یک لشکر به قیادت اسامه بن زید رضی الله عنه، یک صحابی جوان است، این تعیین کرد که تو امیر جهاد هستی تا به سرزمین روم برن و فتوحات اسلامی را در اونجا آغاز کنن. و این وصیت رسول الله صلی الله علیه و سلم چی شد؟ تمام ازیره رسول الله صلی الله علیه و سلم چی کردن؟ ابوبکر صدیق باز امیر ادامه داد تکمیلش کرد و این غزوه روم در وقت ابوبکر صدیق تکمیل شد. ایناله. خب این خب اقوالی بود که از رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. شاید یک کسی از شما پرسان بکنه که مثلا چی هسته؟ بعضی از علما تنشته کردن میگن که بعثه ها و سریه های رسول الله صلی الله علیه و سلم به 38 بعثه و سریه می رسید که آخرین بعثش بعثه یا سریه اسامه بن زید به شام بود. خب حالا میگیم که علمای اسلام درباره جهاد چی گفتن؟ مشکلی است که حال فعلا در بسیاری از کشورهایی که نظامهای طاغوتی هست، حتی در مدارس، در مکاتب، در پوهنتونا احادیث کاملا منع میکنن که ای باید تدریس نشن، به خاطر از اینکه جوانا باز نخ میترسن که اگر انسان جوان مجاهد شد و جهاد کرد باز از این تمام طاغوت‌ها میترسن. اینال احمد ابن حنبل رحمه الله چی میگن؟ میگه لا نعلم شیئا من ابواب البر افضل من السبیل. میگه ما هیچ چیزی را در بابهای نیکی از جهاد فی سبیل الله نمیافیم. نماز، روزه، حج، زکات، کل ازیا مساوی با جهاد نمیتونه شده. وقال الفضل بن زیاد، فضل بن زیاد چی میگه؟ میگه سمعت ابا عبدالله و ذکر له امر العدو. میگه ابا عبدالله احمد بن حنبل میگه برای درباره دشمن گفته شد فجعل یبکی. میگه امی احمد بن حنبل شروع کرد به گریه کردن و یقول و میگفت ما من اعمال البر افضل منه، هیچ عمل نیک از جهاد کرده فضیلت بیشتر ندارم. و قال عنه غیرهم، همین قسم میگه کس دیگه هم از احمد بن حنبل روایت میکنه که گفته هست لیس یعدل لقاء العدو شیء، هیچ چیزی به اندازه ملاقات با دشمن که امرای صلاح در مقابل از قرار میگیریم، هیچ چیزی با این جهاد که مساوی شده نمیتونه. و مباشرت القتال بنفسه افضل الاعمال، میگه کسی که خودش با نفس خود جهاد میکنه بهترین اعمال است. والذین یقاتلون العدو، کسایی که با دشمن با کفار
جهاد میکنن هم الذین یدفعون عن الاسلام، یا کسی هستن که دفاع میکنن از اسلام و عن حریمهم، از سرزمین مسلمانان. فأی عمل افضل منه، کدام عمل از این که بهتر است؟ بسیاری احمد ابن حنبل رحمه الله. و شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله چی میگه؟ این اخبار فی کتابه، این در کتاب خود خبر داده که ان الصدق فی الایمان لا یکون الا بالجهاد فی سبیله. اگر یک کس بگوید که ما در ایمانم بسیار صادق هستم، یعنی در کلمه لا اله الا الله یکی از شروط لا اله الا الله چی هست؟ صدق است. این حال شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله میگه که در ایمان وقتی که تو میخوای صدقت نشان بدی، این امکان نداره مگر با جهاد فی سبیل الله. اگر کسی را دیدی که در راه الله جهاد میکنه، واقعا این واقعا در ایمانش صادق هستن. میگه الله متعال میگه که خب قالت الاعراب، میگه اعراب گفتن آمنا ما ایمان آوردیم. قل بگو برشان که لم تؤمنو، شما ایمان نآوردین. ولکن قولوا اسلمنا، شما بگوین که ما تسلیم شدیم. تا به این قولش که الله متعال میگه انما المؤمنون، مؤمنای واقعی. که اینجا انما المؤمنون، یقینا که مؤمنای الذین، کسایی که آمنو ایمان آوردن. یعنی مؤمنای واقعی کی هستن؟ کسایی که ایمان آوردن بالله، به الله، و رسوله و به رسولش، ثم لم یرتابوا. که مؤمنای حقیقی اینی 4 صفت دارن. چند صفت دارن؟ 4 صفت دارن. صفت اولش ایمان به الله هست، و دومش ایمان به رسول الله صلی الله علیه و سلم است. سومی صفت لم یرتابوا، که یقین دارن و شک ندارن. ریب شک میگن، یعنی در ایمانشان شک نیست. این سوم صفت مؤمنین حقیقی است. و چهارمی صفتش ای که جهاد با اموال انفس خود میکنن فی سبیل الله. الله متعال میگه امی 4 صفت که داره، اولئک هم الصادقون، اینیا صادقه هستن. صادقه که با الله صادق هستن، اینیا هستن. آیا از این 4 صفت هر 4ش داری، صادق هستی. اگر از این 4 صفت نداری، کمبود است، باز اینجا نگو که من از جمله صادقین هستم. سبحان الله. خب علامه ابن قیم جوزی رحمه الله میگه کان جهاد النفس مقدما علی جهاد العدو فی الخارج. میگه جهاد نفسی که است، این مقدم است به جهاد دشمن در خارج. و اصلا له، اصل ازی هست تو باید اول با نفست جهاد بکنی که این نفست تو را بگذاره که تو با امرای دشمن چی کنی. فانه ما لم یجاهد نفسه اولا لتفعل ما امرت به و تترک ما نهیت عنه و یحاربها فی الله لم یمکنه جهاد عدوه فی الخارج. اگر کس با نفس خود جهاد کرده نتانست که ایره به اوامر الله تسلیم بسازه نفس خود و از نواهی الله ایره دور بسازه، باز چطور میتونه که چی کنه؟ با دشمنای خارجی باز بخیزه جهاد بکنه. فهذان عدوان قد امتحن العبد بجهادهما. میگه 2 تا دشمن داریم، باید در مقابل این 2 دشمن ما چی کنیم؟ اینجا الله ما را امتحان کرده. و بینهما عدو ثالث لا يمكنه جهادهما الا بجهادی. در بین از اینا دشمن سومی هست که تا وقتی که پس 2 دشمن داری، یک دشمنت نفست است و یک دشمنت هم دشمن کافر است. این الله به این 2 تا امتحان میکنه. در بین از یک دشمن سومی هست که در بین تو، در بین از دشمن هست. این کدام دشمن است؟ و واقف بینهما، که این در بین انسان و نفسش و در بین انسان و دشمن دیگهش واقع هست. یعنی در وسط این واقع هست. و چی میکنم؟ لا یمکنه جهادهما الا بجهاده، که تا وقت نمیتونی با نفست و با دشمنت جهاد بکنی تا که با این دشمن چی کنی؟ و هو شیطان. این شیطان است که این شیطان
نمیمانید که با نفست جهاد بکنی و نمیمانید که با دشمن چی؟ نمیمانید که با اون دشمن دیگه جهاد بکنی. خب علامه عز ابن عبدالسلام یکی از علمای بزرگ اسلام هست. این چی میگه؟ میگه اذا كانت مشقة الغبار عاصمة من عذاب النار فما الظن بمن بذل ماله وغرر بنفسه فی قتال الكفار. این چه خوب یک گپ میزنه عز ابن عبدالسلام. میگه وقتی که غبار امی میدان جهاد که غبار است، ایدل وجود تو افتاده امی غبار در جسم تو شیشته باشه، یعنی وقتی که مجاهدین سر از پا میرفتن و سر از پا سوار می باشن و زمین مثلا نمونطور که حرکت میکنه غبار از زمین میبرداره، وقتی که 50 100 200 مجاهد حرکت میکنه غبار و این خاک امی غبار ازی امی خاک ازی امی چه میشه گرد ازی به روی انسان و در بدن انسان امی خاک میشینه. میگه این انسان از عذاب دوزخ نگاه میکنه، امی خاک شیشت امی بدن تو را چی نمیسوزه؟ آتش دوزخ نمیسوزه. فما الظن، پس میگه هیچ چی عقیده دارن که به من بذل ماله، کسی که مال خدا و غرر بنفسه و نفس خدا در انداخته فی قتال الکفار، هیچ ثواب داره خود جهاد. و در این قسم علما زیاد در این باره بحث ها کردن که زیاد طویل است دیگه، که انسان وقتی یاره میخوانه میخی تعجب میکنه و اقوال بسیار زیاد است که چی است که میگه وقتی الله متعال میگه که وقاتلوهم، شما جهاد بکنید، چقدر اوامر الله سبحانه و تعالی آیات بسیار زیاد هست. و یکی از علما میگه در امر امروزی بعضی مردم ها جهاد فقط جهاد دفاعی میگن و از جهاد هجومی و تعرضی انکار میکنن. این جنگ فکری هست. اول جهاد هجومی و تعرضی را انکار میکنن، نه فقط جهاد برای دفاع است، ما دیگه جنگ نمیکنیم. الله میگه که نخیر، كذلك يكون الجهاد جهاد دفع خلافا لبعض ما يردده المنافقون في هذا الزمن بأن الجهاد انما يكون لجهاد الدفع. میگه جهاد دفع هم است و جهاد چی است؟ و كذلك يكون الجهاد جهاد دفع، یعنی چی است؟ میگه همین قسم جهاد دفع هست به مخالف آن چیزی که منافقین امت در این زمان یا چی میکنن در زبانهای خود گفته میره که بأن الجهاد انما لجهاد دفع، این جهاد فقط برای چی است؟ برای دفاع هست فحسب. وليس في الاسلام ما هو جهاد طلب، یعنی در اسلام جهاد طلب باز ادعا میکنن که نیست. فهذا نوع نفاق، میگی یک نوع منافقت است. لا يصدر الا عن اهل النفاق، میگه این صادر نمیشه مگر از منافقین، اهل نفاقی که میزنن. از این خاطر باید بفهمین که جهاد چی است؟ ام طلبی هست و ام دفاعی هست. بازو میگه در مورد جهاد طلبی واجب میگه والجهاد فی سبیل الله لا يكون عملا فردیا، میگه عمل فردی نیست و انما هو عمل جماعی، یعنی یجتمع فیه اهل الاسلام و یضع خططا و یکون لهم قیادتا. میگه باز اینجا رهبریت میداشته باشن، پلان میگذارن و یبدؤون القتال الا فی حالت الجهاد الذي يكون فيه دفع، یعنی جهاد، فرق بین جهاد دفع و جهاد طلب چی است؟ در جهاد طلب رهبریت هست، پلان هست، نقشه هست، مجموعه مسلمان ها گروپ ها جور میشن، اینا جهاد چی میکنن؟ طلب میکنن و میرن حرکت میکنن. اما فی حالت الجهاد الذي لا يكون فيه دفع، در جهادی که او جهاد چی است؟ جهاد فقط جهاد دفع از دفاع است، مثل اخواننا فی فلسطین فیجب علیهم ان یدافعوا قدر استطاعتهم. باز اینجا هر کس به اندازه قدر استطاعتش، ولو ان انسانا قاتلهم لوحده فان عمله جائز. این عمل میگه که عالم میگه که اگر کتابش اصول العقیده مؤلف عبدالرحیم ابن سمایل العلیانی السلمی، این میگه که میگه در فلسطین اگر یک نفر مثلا تعداد زیاد نبود، اگر یک نفر خودش را میخیزه و جهاد میکنه، چون جهاد دفع است،
فإن عمله جایز، عملش جایز است. مثلا گروه ها هست و بعضی گروه ها هست مشکلات دارن، بعضی دموکرات است و بعضی سوسیالیست است و بعضیش مثلا یک گروه یک کسی است که مثلا سیکولر است و یک کسی رو ببینی که مثلا مشکلات و دبیدات داره. این حال یک تعداد مثلا ندارن اما رهبریت درست. اگر میگه یک نفر اونجا میخیزه خودش سلاح رو میگیره و با مقابل دشمن جهاد میکنه، جهاد از صحیح است. چرا؟ میگه به خاطر که این جهاد دفع است. در جهاد دفع باز شرط نیست که اونجا مثلا بگی که کجا حکومت و کجا هست. مثلا بعضی منافقین میگه میزنن که تا وقتی که حکومت نباشه و تا که نظام نباشه، خب تا وقتی که حکومت جور میشه خب وقت تا رو مارت میکنن. این عالم میگه نه، در این وقت که هست، در وقت جهاد دفع، اگر دیدی که مثلا جماعت نیست که جماعت صالحی باشه که تو از خلال از اونا بری در مقابل از اونا جهاد بکنی، با شکل تنهایی هم میتونه یک نفر جهاد بکنی یا 3-4 نفر یک جای بشن و میرن سر صهیونستا عمل میکنن و همین قسم در جاهای دیگه. این حکم اولی بود که ما و شما در چی کردیم تابعال اینجا را خواندیم. دومی حکم در این آیت شریف آیت 85 سوره نساء هست که اینجا حکم شفاعت نیک و زشت در دنیا هست. من یشفع شفاعتا حسنه، هر کسی که شفاعت میکنه شفاعت نیک، یکن له نصیب منها. مثلا در کارهای دنیایی یک کسی شفاعت نیک میکنه. در کار دنیایی چطور شفاعت نیک میشه؟ مثلا شما یک کسی را میشناسین که یک شرکت داره و یک کسی از بیچاره او کسی است که چی نداره، یک شناخت نداره، میرین شفاعت از این میکنه پیش همون صاحب شرکت، برش میگین که اگر امیر کار بیتی که بسیار غریب است و کسی را نمیشناسه. این شفاعت چی میگن؟ شفاعت حسنه. من یشفع شفاعتا حسنه یکن له نصیب منها، برازی نصیب هست. یعنی انسان شناخت داره، توانایی داره، امکانات داره، یک کسی هست بیچاره بیکار و بیروزگار است و مشکلات بسیار زیاد داره، شما میرین شفاعتش میکنین پیش مالک شرکت یا مالک فابریکه یا امتجار یا هر کسی که است و او برازی کار میته. و من یشفع شفاعتا سیئتا، و اگر کسی شفاعت منفی میکنه. شفاعت منفی چی است؟ مثلا بعضی کسا هست میبره مثلا برای اردویی که مرتد است، ای باز اسکرایش میبره برای از او اسکر یا کس را میبره که بگی امین بچه مرم یا بگی فلان بچه کاکای مرم امیرم اگر شما پیشتان همینجا اسکر بگیرین. این شفاعت سیئه هست. یا یک کس را میبره در فابریکی شراب فروشی برای از او میگه که امیر در کار بگیرین. این شفاعت چی است؟ سیئه است. یکون له کفل منها، در روز قیامت امی کسی که امین نفر شفاعت کرده و در او تو وظیفه بیدینی ایره داخل کرده، پس او گناهگار رو حتی در کفر داخل است و این شخص هم اگر در ارتداد باشه این هم که تجرمی جرمش شریک میشه. این بسیار خطرناک است. از این خاطر انسان وقتی شفاعت میکنه شفاعت حسنه بکنه، یک کسی رو در یک جای وظیفه بده که اون جای حرام نباشه. مثلا بعضی کسا یک کسی رو میبره در کلپ زنا، در هتل زنا، در این جایا اینو میبره مقرر میکنه. که مقرر کرد؟ والا فلانی شخص مرا برد در اینجا مقرر کرد. در شراب فروشی، در بانک سودی، در لشکرهای طاغوتی یا بسیار خطرناک است، ولی متاسفانه بسیاری کسا این کارا رو میکنن. سومی حکم که است حکم جواب سلام است. در آیه دیگه این احکام بسیار ما گفتیم در این سوره آل دیگه زیاد آمده میرم. اول حکم جهاد بود، دوم حکم شفاعت دنیایی بود. شفاعت چی بود؟ در دنیا. و سوم حکم جواب سلام است. الله متعال میگه و اذا حییتم بتحیه، وقتی یک کسی بر شما سلام میته فحیوا باحسن منها، شما برای از اونا از این کده بهترتر. یعنی اگر یک کسی بر شما سلام داد، در سوره چی است؟ سوره نساء آیت 86. خب این حال در اینجا الله متعال میگه که اگر شما یک کسی بر شما سلام داد، وقتی که یک کسی بر شما سلام داد شما چی کنین؟ میگه از او کده بهترتر این سلام از این چی کنین؟ رد بکنین. رد سلامش باید از او کده بهترتر باشه. اگر او گفت السلام علیکم، شما میگین و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته.
و اذا حییتم بتحیه فحیوا باحسن منها. وقتی که شما حییتم تحیه گفتین به یک تحیت، یعنی به سلام کسی بر شما داد، فحیوا پس شما جواب از او سلام بتین، به احسن منها از او کده خوبتر، او ردوها یا حداقل رد خوب کنین، ات دانتان گنگه وارد چپ نشینی که مثلا یک سلام میته بسیاری جای ببینید که کلگی چپ است. ان الله کان علی کل شیء حسیبا. الله در هر چیز محاسبه میکنه، حتی در جواب سلام هم محاسبه میکنه که کس برات سلام داد باید بگویی که و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. چهارمی حکم ایمان به تخصیص عبادت به الله و ایمان به قیامت است. در اینجا الله متعال میگه الله لا اله الا هو. الله کدام ذات است؟ ذاتی است که لا اله، نیست هیچ موجود مستحق عبادت و مستحق اطاعت، توحید عبادت و توحید اطاعت، مستحق عبادت توحید عبادت، مستحق اطاعت توحید تشریع. میگه هیچ کسی مستحق توحید عبادت و تشریع نیست الا هو، بغیر از الله. لا یجمعنکم الى یوم القیامة لا ریب فیها. میگه شما را حتما جمع میکنیم در روز قیامت، بر روز قیامت که لا ریب فیه، که در این روز هیچ شک نیست. و من اصدق من الله حدیثا. کی از الله که در سخن راست گوتر است؟ یعنی وقتی که الله میگه قیامت است، پس سخن الله راست است. پنجم حکم پارچه بودن در مقابل، یک پارچه بودن در مقابل منافقان. الله متعال میگه وقتی شما مسلمان هستین باید چی شدن؟ باید در مورد منافقا توته نشین. منافقی که مثلا میفهمین منافقت میکنه به ضرر مسلمان ها، به ضرر نظام اسلام، به ضرر مجاهدین، به ضرر نظام تشریعی اسلام، به ضرر نظام خلافت اسلامی. این منافق چی میکنه؟ تبلیغات میکنه. شما نباید درباره از این فئتین دو گروه شوین. والله ارکسهم بما کسبوا. یعنی الله متعال آنان را از نیکی به زشتی برگردن. ارکسه یعنی یک کسی را دور داده رویش از نیکی، روی از این به طرف بدی دور دادن. چند روز پیش بسیار خوب آدم بود، حال بسیار خبیث انسان شده. اینه میگن ارکسهم. الله متعال اینا را چی کرد؟ رویشان از نیکی به بدی. چرا؟ قلب پاک نداشت، همیشه استفاده جویی از دین میکرد. حال الله متعال ایره اتو در کفر مبتلا کرده که حال منافق کفریات هم میگه. تمام تبلیغاتش که ببینی از صبح تا به شام کشیشته ضد مسلمان، ضد مجاهد، ضد خلافت اسلامی، ضد نظام اسلامی، ضد کسی که دعوت به طرف نظام اسلام و شریعت الله میکنه، ضد ازیا هست. و در مقابلش هست از دموکراسی تعریف کردن، از سیکولرها تعریف کردن، و سیکولرها را و بیدینا را و کافرها را و مرتدا را و مشرکا را و اینمی قسم روافض از اینا رو باز دفاع میکنه و از اینا چی میکنه. الله متعال میگه در این قسمت دو پارچه نشین که بگن والا یک تعدادتان چطور کنیم در قسمت ازی، برو خیر است لیازشون بکنیم. اتریدون ان تهدوا من اضل الله. شما میخواین کسی را که الله گمراه کرده شما او را هدایت بکنین؟ این کسی را که الله و ما یضلل الله، و هر کسی را که الله گمراه کرده باشه فلن تجد له سبیلا، برای راه پیدا نمیکنین. درباره منافق دیگه دو دله نشو، بفهم که منافق است و با امرای منافق براءت و دشمنی برش اعلان بکن. ودو میگی منافقین چی آرزو میکنن؟ چرا تبلیغات میکنن؟ چرا قضاوت میکشن؟ چرا اینقدر چیغ زده میره و چرا اینقدر برنامه و پلان جور میکنن؟ چرا جنگ فکری میکنن؟ الله متعال میگه ودو لو تکفرون. اینا آرزو دارن، امید دارن که لو تکفرون کما کفروا، که شما هم مثل از اینا ور کافر شوین. شما هم بخیزین ضد جهاد گپ بزنین، شما هم بخیزین ضد مجاهدین گپ بزنین، شما هم بخیزین از سیکولرها دفاع بکنین، شما هم بخیزین مثل از اینا ور در ارتداد داخل شوین، در کفر داخل شوین. فتکونون سواء. باز کل شما چی باشین؟ مساوی می باشین. اینه یا میخواد که شما را مثل خود ور مساوی بسازن. این هدف منافقین است. سبحان الله. این قرآن عظیم شان اما تو بر انسان درس میده. فکر میکنی که امیال دستی درباره ما در امیل روزی که من زندگی میکنم دمی آل نازل شده. سبحان الله. این کلام الله قدر کلام با عظمت است. ودو الله میگه
متوجه باشین که اینا آرزو میکنن که لو تکفرون، اگر شما کافر شوین کما کفروا، مثل که خودشان کافر شدن. اینا خب میفهمه که ما با مخالفت با مؤمنین، مخالفت با جهاد، مخالفت با مجاهدین، بدگویی مجاهدین، بدگویی نظام اسلام و ممانعت در مقابل اقامه نظام خلافت اسلامی در زمین الله، وقتی که در مقابل از این قرار گرفتیم ما خب کافر شدیم. میخوای شما را هم کافر بسازه که بیا که در پالی ما بشی، امرای ما یک جای شو، امرای ما یک جای کار بکن و در پالی ما بشی، در صف ما باشه، چی بکن. الله متعال میگه که فلا تتخذوا منهم اولیاء، از این منافقات دوست نگیرین، حتی یهاجروا فی سبیل الله، تا که یا خودشان حرکت کنن، هجرت بکنن در راه الله. و این تولوا، اگر بازی روی گشتاندن، توبه کردن، مراجعه کردن، فخذوهم، باز میتونین اینا را دوستتان بگیرین. ببینین دوستی و دشمنی در اسلام که است معلوم دار است. ولا و برا در اسلام معلوم دار است. ولا با دوستای الله دوست میباشی، با دشمن الله دشمن هستی. اگر امی دشمن سرسخت الله توبه میکنه و پس رجوع میکنه، با دشمن سرسخت تو بود به خاطر از اینکه تو این دشمن الله بود، پس وقتی که رجوع میکنه الله میگه پس به دوستی بگیرش. فان تولوا، و اگر رو گشتاندن، فخذوهم، پس فان تولوا، اگر اینا رو گشتاندن از چی؟ اگر اینا، بسیار ببخشین، اینجا میگه فلا تتخذوا منهم اولیاء، از این منافقا شما دوست نگیرین، حتی یهاجروا. من آیت اثر میخوایم ترجمه بکنم، از پیشم گدوت شد. ودو میگه همین منافقا آرزو میکنن لو تکفرون، اگر شما کافر شوین، کما کفروا، مثل که خودشان کافر شدن، فتکونون سواء، باز شما مساوی شوین. یعنی اینا میخواد که شما هم کافر شوین، باز شما و اینا مساوی شوین. فلا تتخذوا منهم اولیاء، از این منافقا شما دوست نگیرید. تا چه وقت؟ حتی یهاجروا فی سبیل الله، تا که اینا هجرت بکنن در راه الله. اگر نکردن، اگر کردن، خلاص مشکلش ختم است، مسلمانیش و دیانت خودم معلوم کرد. اگر نکرد باز هم ادامه داره به می منافقت خود. فان تولوا، اگر از حکم الله باز رو گشتاندن، فخذوهم، باز شما اینا را بگیرین. چه قسم بگیرین؟ شان خوب و متماخذه قوی بکنین. وقتلوهم حیث وجدتموهم، و اینا را شما قتل بکنین در هر جایی که اینا را پیدا کردین. ولا تتخذوا منهم ولیا ولا نصیرا، باز از منافقا شما نه دوست بگیرین و نه هم نصرت کننده. الا الذين، مگر کسانی که یصلون الى قوم بینکم و بینهم میثاق، کسایی هستن که اونا رابطه دارن با امرای قومی که در بین شما و بین از ما عهد و پیمان است. او جاؤوکم، یا آمدن حسرت صدورهم ان یقاتلوکم، که قلبای از اینا را دلتنگ ساخته که با امرای شما جنگ بکنن، یا او یقاتلوا قومهم، یا جنگ بکنن با قومش. نه در طرف قوم خود است، نه کت شما، اما تو آمدن پیش شما. اینال باز اینی مردما که هست یا باز این قسم حکمشان فرق میکنه. ولو شاء الله، و اگر الله بخواهد لسلطهم علیکم، اینا را مسلط بالای شما میسازن. فلقاتلوکم، باز اینا چی میکردن؟ اینا باز امرای شما میجنگیدن. فإن اعتزلوکم، اگر اینا دوری کردن از شما، فلم یقاتلوکم، بر شما باز اینا امرای شما جنگ نمی کردن. و القوا الیکم السلم، و بر شما صلح پیش کردن. فما جعل الله لكم علیهم سبیلا، الله بر شما درباره از اینا کدام راه نگذاشته. ستجدون آخرین، باز میگه میافی کسای دیگی را که یریدون میخواین ان یأمنوکم و یأمنوا قومهم. این گروه سومی هست. این گروه سومی چی قسم است؟ یک گروهش خب مثلا امو منافقین اساسی بود، تو دشمن است و گیر میشه و کشته میشه. قسم دوم که صلح پیشنهاد میکنه و نمیخواد که مثلا بجنگه، نمیخواد طرفداری بکنه از او لشکر کفری قوم خود، وقت شما هم میخواد که در صلح زندگی بکنن، پس اینا برشان فرصت داده میشه. قسم سوم ستجدون آخرین، کسایی را میفهمیم که یریدون ان یأمنوکم و یأمنوا قومهم، یا میخواین که هم از شما در امنیت باشن، هم از قوم خود. از او هم خدا چیز میسازن، در امنیت میسازن، و از یا هم خدا در امنیت میسازن. وقتی خوب احساس امنیت کردن که نه قوم کار داره کتم نه اینا،
کلما ردوا الی الفتنه ارکسوا فیها. هر وقتی که به فتنه باز برابر شون، باز یاد او فتنه دیگه خوب اموتا چی میکنن یا دور میشن از این. فان لم یعتزلوکم، اگر اینا باز از شما جدایی نکردن، و یلقوا الیکم السلم، و اینا بر شما صلح پیشنهاد کردن، و یکفوا ایدیهم، و دستای خدا گرفتن، یعنی اگر باز اینا اعتزال نکردن، یعنی کسایی هستن که یا خود در امن قرار میتن ولی وقتی که باز فرصت پیدا کرد باز این وقت اینا عمله میکنن. کلما ردوا الی الفتنه ارکسوا فیها. هر وقتی که در فتنه باز اینا میفتن، متوجه هستین، باز ارکسوا فیها. اینجا الله متعال میگه که اینجا چی میگه؟ باش که من دقیق ترجمه ازه میگه گروه دیگه را شما میفین که میخواند از شما و از قومشان در امن شوند و هر وقت به سوی کفر خوانده شوند با سر در آن فرو میروند. یعنی وقتی که ارکسو اینجا چی مانا میده؟ یعنی یک کسی که به طرف فتنه، به طرف کفر اما تو خوب پیش میره. اینا رو خب عالی دیدین که خوب از طرف شما هم امنیت گرفت، از خودش هم چیز گرفت، امنیت خود خوب هم پیدا کرد، دلش آرام شد از طرف قومش هم از طرف مسلمانا. ولی وقتی که به فتنه و به کفر بازی ها طلب شوند باز هم به پای چی که تا به سر میدوند. خب اینا فإن لم یعتزلوکم، اگر اینا از شما جدایی نکردن، و یلقوا الیکم السلام، و بر شما صلح هم پیشنهاد نکردن، و یکفوا ایدیهم، باز دستای خود گرفتن، فخذوهم، باز اینا را بگیرین. یعنی اینا از جنگ هم مثل اون گروه دیگه وارد دوری نکردن و صلح هم بر شما پیشنهاد نکردن و دست خودم از شما نگرفتن. در وقتی که فرصت پیدا کردن سر شما حمله میکنن، اینا از این مردم را باز فخذوهم واقتلوهم، اینا را بگیرین و اینا را قتل بکنین، حیث ثقفتموهم، هر جایی که یافتینشان، چرا که اینا فرصت طلب هستن. اما در ظاهر از شما و از قوم خود امنیت میگیرن، ولی وقتی که باز فتنه پیدا شد و کفر پیدا شد، امکانات پیدا کردن، باز دیگه نه صلح هست و نه آشتی هست و نه گپ هست و نه چی هست، کلش رو ترک میکنن و راست می سر شما حمله میکنن. اینجا باید چی بکنین؟ شما در مقابلش حمله بکنین که گیرشان کردین، همون قسم که شما را میکشه همون قسم بکشید شان در هر جایی که یافتین. و اولئکم جعلنا لکم علیهم سلطان مبین، اینا کسایی هستن که الله برای شما چی کرده؟ بالای از اینا یک سلطان مبین، سلطان یعنی قدرت آشکارا را برای شما الله متعال دادن. دیگه از چی است؟ از احکام الله سبحانه و تعالی ما و شما آمدیم در نهمی حکم قتل خطا هست. قتل یکی قتل عمد است، یکی شبه عمد است، یکی قتل خطا هست، یکی جاری مجرای خطا. این قسم علما تقسیم میکنن که بازی نمیخوایم. یک قسم قتل خطا هست. قتل خطا کدام یکی است؟ یعنی قتل خطایی است که یک نفر قصد قتل ندارم، نمیخواد که قتل بکنه، لکن از پیشش چی میشه؟ قتل صورت میگیره. الله متعال میگه و ما کان للمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ، میگه شایسته نیست برای یک مؤمن که قتل بکنه یک مؤمن دیگر را الا خطأ، مگر در صورتی که خطا باشه، از پیشش خطا میشه. مثلا یک نفر در سر بام خو است، خطا میخورش در جریان خو، یک دفعه می نفر سر به پایان که بام در برنده خود خو است، در سر شکم از اینکه مفته این بیچاره را جای به جای میکنه. یا مثلا موتر میزنه، موتر روان است، یک نفر خیز میپرته این رکت موتر میزنه و بسیار مثال های از خطا هست. اینال الله متعال میگه و ما کان للمؤمن، بر یک مؤمن شایسته نیست ان یقتل مؤمنا، که یک مؤمن ایماندار موحد بکشه، الا در یک حالتی که خطا از پیشش خطا شود، از پیشش اشتباه شود. خب و من قتل مؤمنا خطأ، اگر یک نفر یک مؤمن به خطا بکشه، و تحریر رقبت مؤمنه، باید ایچی کنم؟ دو کاره بکنه. تحریر رقبت مؤمنه، یک غلام آزاد بکنه، و دیت مسلمت الی اهله، و دیت بده به اقارب مقتول. دیت تقریبا 100 شتر است، 100 شتر تمامش انسان که اتوی احتیاطی بکنه. الا ان یصدقوا، مگر ای که امو اقارب مقتول صدقه بکنن، عفو بکنن، بگن برو ما نمیگیریم. فان کان من قوم عدو لکم، اگر امی شخص مؤمن بود لکن در قوم دشمن بود،
و هو مؤمن، در حالی که خودش مؤمن است. شما او را کشتین، یک کسی از پیشتان کشته شد خطأ، او مؤمن است لکن در قوم دشمن است. و تحریر رقبه مؤمنه، بازی تنها یک غلام آزاد میکنی، اما پیسه نمیدی به اقاربش. چرا؟ اقاربش گناه کسایی هستن که در دار حرب کافرایی هستن که از پیسه تو استفاده کرده به ضد مؤمن استفاده میکنن. و ان کان من قوم بینکم و بینهم میثاق، اگر باز از قومی بودن که در بین شما و بین از اینا میثاق بود، یعنی یک شخص مؤمن را کشتین که در بین شما و در بین قوم از عهد و پیمان بود، فدیه مسلمه الی اهله، باز این هم دیت داره که تسلیم میکنی به اقاربش. و تحریر رقبه مؤمنه، و آزاد کردن یک غلام. فمن لم یجد، اگر کسی همی غلام نیافت، باز چطور کنن؟ میگه فصیام شهرین متتابعین، باز کسی که نیافت 2 ماه چی میگیره؟ متتابع، پی در پی روزه میگیره. توبه من الله، این توبه از جانب الله هست. و کان الله علیما حکیما، الله بسیار عالم، بسیار با علم و حکیم با حکمت است. خب دومین حکمی که در اینجا هست حکم قتل عمد است. قتل عمد کدامی که قتل میگه؟ یعنی که یک نفر قصداً میخیزه با خوب اختیار خود یک انسان بیگناه را میکشه. مؤمنه، نه کافر مرتد که در جبهه جهاد در اینجا مثلا میکشه، او دیگه علاوه حکم داره. مسلمان مؤمنی که عقیده توحیدی داره و در شرک و در کفر و در گپا داخل نشده، در صف کافرها قرار نداره، یک مسلمان بی‌غرض و عاجز هست و هیچ ناقضی از نواقض ایمان در وجود ازی نیست. این یک کس میخیزه اما تو یک انسان مؤمن موحد میکشه. و من یقتل مؤمنا، اگر کس میکشه یک مؤمن را، موحد را که متعمدا قصدا، فجزاؤه، الله متعال میگه جزای چی است؟ جهنم است. خالدن، یک جزا داره؟ نه، میگه خالدن فیها، دوامدار در دوزخ میمانه. و غضب الله علیه، و الله بالای ازی غضبناک است. این 3 جزا. جزای جهنم است، جهنم هم به شکل دوامدار است، و غضب الله است، و لعنه و لعنت الله سرزی است. چند تا شد؟ جزاؤه جهنم، خالدن فیها، و غضب الله علیه، الله سرش غضبناک شده، و لعنه، الله را لعنت کرده، و اعد له عذابا عظیما، 5 و برای عذاب بزرگ است. منتها اینجا خالدن فیها را این علما میگن که چون این شخص مسلمان کشته، اگر خودش مسلمان و موحد است، اینال با این قتل خود در دوزخ هم وقتی که میره، لکن ابدی نیست. یکی خالد است، یکی ابد است. خالد یعنی دوامدار با این باشه، زیاد وقت می باشه. اما ابدی باز بیخی دیگه که هیچ از دوزخ نمیبره. او به کافرها زیاد گفته شدن، اینجا کلمه ابدا استعمال نشده. از این خاطر علما در اینجا استنباط میکنن چون مسلمان است، مسلمان که هست، اگر در دوزخ هم بره بازم دوزخش ابدی نیست. چرا؟ این مؤمن هست. دوزخ ابدی برای کافر بیدین مرتد و مشرک و اینیا هست. 11ام حکم ای است که در شریعت اسلامی حکم به اساس ظاهر است. الله متعال میگه یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، اذا ضربتم فی سبیل الله، وقتی که خرجتم شما برآمدین به سفر فی سبیل الله، در جهاد فی سبیل الله، فتبینوا، خوب تحقیق بکنین در مورد مردم. ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، وقتی که یک کسی در مقابل شما میور شما میگه السلام علیکم، عاجل نگوین که تو مسلمان نیستی. تبغون عرض الحیات الدنیا، شما امید میکنین زندگی دنیا را. فعند الله مغانم کثیره، به نزد الله بسیار غنیمت های زیاد است. کذالک کنتم من قبل، میگه شما هم قبلا امی قسم بودین. فمن الله علیکم، پس الله بالای شما منت گذاشت، شما را ایمان داد، هدایت کرد. فتبینوا، بسیار در این مسائل تحقیق کنین تا نشه که یک مظلوم بیچاره را شما ناقی ایره مثلا بکشین یا از بین ببرین. فتبینوا، خوب تحقیق بکنین. ان الله کان بما تعملون خبیرا، الله از آنچه که شما عمل میکنین با خبر است. یعنی الله تمام اعمال شما را با خبر است از اعمال شما. خب امام مسلم در صحیح مسلم چی میگه درباره امی مسئله؟ مثلا امام مسلم آیا حکم به ظاهر میشه یا حکم به باطن میشه؟
اینجا در این آیت شریف دلیل است به چی؟ به این که در اسلام حکم به اسلام کسی و حکم به کفر کسی به اساس ظاهر است. ما از قلب کس خبر نداریم. وقتی که از ظاهر یک نفر یک کار کفری را میکنه یا سخن کفری را میگه یا استهزاء میکنه یا توهین به مقدسات میکنه، این کارا را میکنه، حکم به ظاهرش میشه. و اگر یک نفر کافر است و بیدین است و میگه کلمه میخونه و لا اله الا الله محمد رسول الله میگه، ما قلب زیر پاره کردن نمیتونیم برش بگوییم که این چه قسم است. چرا؟ در اسلام که از حکم هم اسلام و هم حکم کفر به اساس ظاهر میشه. امام مسلم در صحیح بخاری یک باب آوردن به نام باب الحکم بالظاهر و لحن باللهجه. میگه که باب درباره چی است؟ درباره حکم است که در اسلام حکم به ظاهر میشه. و لحن باللهجه یگانه که در زبان بسیار تیز هستند. و لحن بالحجه یعنی یک کسی در حجت خود بسیار چی است؟ زباندار هست. باز امام مسلم یک حدیث روایت میکنه، میگه عن ام سلمه، میگه ام المؤمنین مادر ما و شما ام سلمه رضی الله عنها، میگه قال رسول الله صلی الله علیه و سلم انکم تختصمون الی. ای صحابه فکرتان باشه شما پیش من میایین به دادخواهی، در بینتان دعوا میکنین. تختصمون الی یعنی شما دعوا میکنین و به خاطر حل این دعوا پیش من میایین. ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعد. شاید یکی از شما در سخن گفتنش بسیار خوب باشه، خوب لحن داره، خوب قوه گفتار داره نسبت به او جانب مقابلش. اینال رسول الله صلی الله علیه و سلم چی میگه؟ میگه این زبان بسیار خوب تیز داره، خوب قوی هست و او جانب مقابلش بشارت زبان نداره. دلیل میگه و ای که دلیل میگه این دیگه هم دلیلش بسیار قوی است، مثل وکیلای مدافعی وارد. فاقضی له على نحو مما اسمع منه. میگه باز من قضاوت میکنم به مو شکلی که میگه من میشنوم. آل رسول الله صلی الله علیه و سلم قاضی هست و دو نفر پیش از این و موضوع را پیشش مطرح میکنن. یکیش بسیار زبان تیز و زبان قوی داره و دلایل قوی داره و این جانب مقابلش کس و بیچاره نداره همین زبان. این نفر که زبان قوی داره، این رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که ما قضاوت میکنم علی نحو مما اسمع منه، به شکلی که من از این شنیدم. خب من شنیدم که دلایل خودم گفت. آل رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه من قضاوت کردم به این شکلی که شنیدم. بنای این نفر که زبان تیز داره این دلایل قوی گفت. من خیستم بر ازی گفتم که برادر امی زمین حق ازوی میشه به خاطر ازی که دلایل کی گفت دلایلش قناعت مرا حاصل کرد و ما به اساس ظاهر قضاوت میکردم. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه فمن قطعت له من حق اخیه شیئا، اگر ما فیصله کردم از حق یک برادرش چیز را که او حق خودش نبود، باز چون ما به ظاهر حکم کردیم، باز دلیل نگویی که ولی رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما فیصله کرده. رسول الله میگه چون ما به ظاهر حکم کردیم و تو در باطن میفهمی که همین مال تو نیست، حق تو نیست، زبان تیزی و چالاکی کردی و با چالاکی مرا فریب دادی که رسول الله هستم، از این خاطر ما مطابق ظاهر به نفع تو قضاوت کردیم، پس فلا یأخذه، خودش باید نگیره. چرا؟ میگه فانما اقطع له به قطعه من النار، ما برازی با اینمی فیصله خود یک توته از آتش دوزخ برازی فیصله کردیم. یعنی با امی فیصله من تو به دوزخ میری و آتش دوزخ نصیب تو میشه. حتی با فیصله رسول الله صلی الله علیه و سلم میبینیم که با ظاهر است. این رسول الله صلی الله علیه و سلم از قلب ازی چی خبر است و از قلب ازی چی خبر است. میگم من بر اساس ظاهر فیصله میکنم. وقتی که فیصله کردم، تو خودت میفهمی که آیا تو صادق هستی یا کاذب هستی. اگر تو دروغگویی هستی و زبان تیز و شیرین و چالاک داری، باز با فیصله ما هم تو در دوزخ میری. اینقدر میبینید مثلا چی است اینجا. همین قسم امام مسلم دیگه حدیث هم روایت میکنه. امام بخاری میگه که عبدالله ابن عتبه ابن مسعود میگه که ما از عمر ابن خطاب رضی الله عنه شنیدم. ببینید وقتی که ما شما در مسئله بحث میکنیم، آیت قرآن آمد او را خواندیم، باز حدیث رسول الله را خواندیم که به اساس ظاهر است. میایم در بسیاری کسا را کالا گپ بزنیم، باز بگه تو از قلبش خبر بودی که کافر است.
خب به ظاهر باید حکم بکنیم، از قلب هیچ کس خبر نیست. از این خاطر وقتی که او صحابی اسامه ابن زید وقتی که کافر در جهاد امر جنگ میکنه کلمه میخونه، این که میزنش رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه چرا کوشش رو کلمه اون خان گفت که لا اله الا الله تسلیم شد که ما مسلمان شدم. این میگه سعی میره به ترس میگه تو قلبش پاره کردی. اینا حکم به چی میشه؟ به ظاهر میشه. اینا ما قلب هیچ کس رو باز کردن نمیتونیم که از قلبش بیایم حکم بکنیم که والا ای خو عقیده نداشت، والا ای خو در قلبش قسم نداشت. عمل ظاهری از این وقتی که دلالت میکنه به کفر، بناهن قاضی در باب مرتد در کتابای فقهی به اساس اونمو عمل ظاهریش فلان نفر مثلا جور از صحتمند است، جور از صحتمند از دیوانه نیست، حسابش خراب نیست، این پیش قاضی میاره چی کرده؟ قرآن شریف زیر پای خود کرده. چرا قرآن شریف زیر پای انداختی؟ خب قرآن شریف زیر پای خود انداخت. چرا؟ چی کردی؟ مریض بودی، دیوانه بودی، اعصابت خراب بود، شتوک بودی، چی بودی؟ هیچ چیز نیست. چرا خیلی انداختی؟ والا مرا یک جادوگر گفت که این قرآن شریف از زیر پایت پرتو باز تو چی میشی؟ تو این جادوی تو کار میکنه. خب عاقل بالغ هوشیار فهمیده قرآن به اساس گفته جادوگر زیر پایت انداختی. به می خاطر قاضی میگه این حالت بالای ازی چی کنین، حاکم سرش میکنه که تو با تمام فهمیدگی تو گرفتی این کار کردی، مرتد شدی. از این خاطر عمر بن خطاب رضی الله عنه چی میگه؟ میگه ان اناسا كانوا یؤخذون بالوحی فی عهد رسول الله صلی الله علیه و سلم. میگه مردم مؤاخذه میشن در وقت رسول الله صلی الله علیه و سلم به وحی. با رسول الله صلی الله علیه و سلم وحی میامد و ان الوحی قد انقطع. میگه آل وحی قطع شده. و انما ناخذكم الان. آل عمر رضی الله عنه خلیفه مسلمان ها در اصل خلافت عمر ابن خطاب رضی الله عنه. میگه ما شما رو اینال میگیریم به ما ظهر لنا من اعمالکم، آنچه که از اعمال شما بر شما ظاهر شد. فمن اظهر لنا خیرا امناه امناه و قربناه. اگر یک کسی رو در ظاهرش دیدیم که خیر است و خوب است، ما او را امنیت هم میدیم و به خود نزدیک هم میسازیم. ولیس الینا من سریرته شیء. میگه در باره قلبش ما کدام دخل نداریم. الله یحاسبه فی سریرته. این که قلبش برای باقی است الله این محاسبه میکنه. و من اظهر لنا سوءا لم نأمنه. اما اگر یک کسی برای ما زشتی را ظاهر میکنه، در ظاهرش زشت است، ظاهرش مثلا گناهکار است، ظاهرش بدی هست، این الله لم نأمنه، ما برش امن نمیتیم و لم نصدقه و ما این تصدیق هم نمیکنیم. و این قال و اگر چی بوده که این سریرته حسنه و نسیم ما قلب پاک است. این مثلا بعضی اوقات ببینید بعضی از خواهرها، بعضی از ملاهای درباری، بعضی از منافقین همین حدیث خوب شما بفهمین. عمر رضی الله عنه چی گفت؟ میگه ما از داخلش خبر نداریم. حالا مثلا بعضی از خواهرایی که مثلا بعضی از خانم ها رو ببینید که حجاب نمیکنن، میگه قلب ما پاک است. ما از قلب تو چی خبر داریم؟ از قلب تو خبر داریم؟ حکم بالای تو به اساس ظاهرت میشه که تو حجاب اسلامی رو مراعات نکردی، کاسیاتون آریاتون مائلاتون ممیلاتون. تو کاسی و آری و برهنه و بیدین هستی. ما رو کس پرسان میکنه فلانی خانم همسایه تان است، این چطور است؟ دیندار است؟ ما بگیم نیست، این سرلوچ است، جاب مراعات نمیکنه، آرایش کردگی سرش بناسه. و اون میگه قلبم دیگه فقط. خیر، قلب برای انسان ها ارتباط نداره. در ظاهر در شریعت ظاهر حکم میشه، خوب آدم است یا بد آدم است ظاهرش حکم میشه. از قلب هر کسی الله متعال محاسبه میکنه. از این خاطر مثلا علامه ابن کثیر وقتی که قول عمر را در را ذکر میکنه در کتابش، باز میگه و فیه دلالت علی الحکم بالظاهر. میگه در این دلالت است به حکم به ظاهر نه به باطن. و امام شافعی رحمه الله چی میگه؟ میگه ان احکام الله و رسوله فی الدنیا على الظاهر من امره. میگه حکم الله و رسولش در دنیا با ظاهر امور میشه. کسی که چیز رو ظاهر کرد در دنیا مطابق از او بالا از او حکم میشه. و احکام الله علی الناس فی الاخره علی سرائرهم. باز احکام الله در آخرت بالای مردم به اساس چی است؟ آنچه که این مخفی بوده. باز الله در اونجا قلب ها را چی میکنه؟ یوم تبل السرائر. در آیت قرآن الله متعال میگه که روز قیامت روزی هست که باز اونجا چیزهایی که مخفی هست اینا آشکار میشه.
چرا اوج محاسبه و اعصاب چی هستن؟ از قلب های کسا که تو این عمل کردی در قلب چی داشتی؟ آیا به خاطر رضایت الله بود؟ آیا به خاطر نفست بود؟ به خاطر شهرت بود؟ به خاطر پیسه بود؟ به خاطر چی بود؟ این الله متعال از قلب با خبر است و او باز میگه که این عمل از کلش چلی پاکشی. از این خاطر بسیار علما رو میارن پیش الله متعال میگه یا چی کردن؟ ما بسیار علم داشتیم، بسیار دعوت کردیم، الله یعوذ بالله الله حفظ بکنه، میگه ببرش به طرف دوزخ. تو خب به خاطر از علم گرفتی که تو مثلا منفعت دنیایی و تو به خاطر از که شهرت پیدا بکنی. مجاهد میارن که مثلا چی کردی؟ میگه این ما در راه الله جهاد کردم و شهید شدم. الله متعال میگه ببرش به طرف دوزخ. چرا؟ میگه تو در قلبت الله خاص قلبش با خبر است. ظاهر بر مردم میگفتی که من مجاهد هستم این شهید شدم. در قلب تو چی بود؟ در قلب تو بود که پیش مردم مثلا شهرت پیدا بکنی، پیش مردم تو رو که بسیار غیرتی هست، این بسیار این سرایر که امام شافعی میگه مسائل صدیق است. لأن الله لا يطلع على السرائر غیره. میگه به خاطر از امام شافعی صاحب میگه الله اسرار داخلی رو برای کس اطلاع نمیده. این حاله ملائکه هم کس اعمال ما شما رو به حساب ظاهر نوشته میکنه. امروز چند رکعت نماز خوان، چقدر روزه گرفت، چقدر عبادت کرد، در کجا جهاد کرد، در کجا حرکت کرد، چقدر درس خوان، چقدر یاد گرفت قرآن، ملائکه میره نوشته میکنه. این حال اینمی نوشته های ملائکه را هم الله متعال در روز قیامت سرائر ما را میکشه که آیا امی عمل ما به خاطر رضایت الله بود یا به خاطر رضایت الله نبود. از این خاطر انسان وقتی نیت خود جور میکنه یه چی هستن، وقتی که جور میکنه در چی هستن، در باید قلب خودش با الله جور بکنه. و امام نسایی هم در کتاب سنن نسایی یک چیز داره که الحکم بالظاهر عنوان داره، چون این علمای حدیث هم که هستن اینا موضوعات فقهی را عنوان میده، یعنی حکم در شریعت چی هستن به حساب ظاهر است. و امو حدیث ام سلمه را که قبلا ما شما خواندیم امو حدیث نقل میکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.